چه کسی این سلاح ها رو دست مردم داده؟ یک مأمور نظامی کشته میشه، شما زمین و زمان رو به هم میدوزید، 10 نفر رو به اتهامش اعدام میکنید، ولی روزانه سر هر پیچی مردم جسد پیدا میکنند که افراد ناشناس به گروگان گرفتند و کشتند. این ناشناسا کیا هستند که قدرت اول منطقه نمیتونه ردشون رو بگیره؟ عامل ناامنی مولانا عبدالحمید هست؟ خب لابد عامل فقر و بدبختی هم ایشون هستند. شما که سلاح، پول، سرمایه و قدرت ایران در اختیارتون هست، هیچ تقصیری ندارید، فقط بلدید که بارگاه و مدرسه و جاده در عراق و یمن و آفریقا بسازید. همین الان یک ایرانی بره عراق به والله که بیشتر از ایران از سرمایه کشورش استفاده میکند. چرا؟ چون برق، جاده و همه چیز عراق با پول ایرانی‌ها ساخته شده. طلا و جواهرات سرزمین ما رو میدین به عراقی‌ها تا اونها هم با پول ما شورت و سوتیان درست کنن. سعادت ما رو دو دستی تحویل عراقی‌ها دادید که شاید ما بعد از مرگمون سعادت آخرت داشته باشیم. اون وقت اینجا کودک بوشهری واسه نداشتن یک تبلت باید خودکشی کند. کودک بلوچ برای پیدا کردن داروهای مادرش باید تا کمر در سطل زباله باشد. کار به جایی برسد که سرزمینی که 9% منابع دنیا در اختیارشه، شهروندش معنی آرزو رو ندونه، کفش و لباس نداشته باشن. حسن نصرالله میگفت بالای 2000 خونه با پول ایرانیا برای لبنانی ها خونه ساختیم که اینجا ولایتیشون برگرده بگه شما مردم ایران مثل یمنی ها لنگ ببندید و نان خشک بخورید. بعد همین یارو ولایتی بالای 30 شغل با حقوق میلیاردی دارد، ولی از طرف دیگه مردم رو به خوردن نون خشک تشویق میکنن. برای زکزاکی بهترین هتل، بیمارستان رو در تهران تدارک دیدند. یک آدمی که نه قیافش، نه فرهنگش و نه دینش به ما میخورد، ولی دست از جیب ما بر نمیدارد. بعد جنتیشون برمیگرده به صاحب همین سرمایه، صاحب همین نفت و گاز و معدن، به همین مردم ایران میگه روزی یک وعده غذا بخورید. چرا؟ چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. میدونید داشتن 9% منابع دنیا یعنی چی؟ یعنی الان یک ایرانی باید زندگیش 9 برابر بهتر از زندگی یک عرب در قطر و کویت باشد، 9 برابر مرفه‌تر از یک آلمانی و سوئیسی باشد. یک جوان واسه یک استوری بازداشت و شکنجه میشه، اون وقت طرفدارای شما هر روز مردم رو تهدید میکنن. شما اگر عرضه دارید برید انتقامتون رو از اونی که سرانتون رو کشته بگیرید. دستتون به مردم بیگناه میرسه، مردم رو تهدید میکنید که چند اذان صبح مشتی داریم برای اعدام، تیکه وقیحانه، بیشرمانه و بیشرفانه میندازید که اعدامی داریم و لباس چه بپوشم. از این تهدیدها دست بکشید. عبرت بگیرید از شمخانی که داشت برای سرکوب مردم کنفرانس میگرفت و کشته شد. بالاخره مردم زورشون نمیرسه، بی سلاحن، بی دفاعن. شما 8 شعبی از عراق میارید که به جمجمه همین مردم شلیک کنند. بالاخره اسکرین بی تفاوت نیست، به قول معروف دستی از یک جای دیگه میاد و حق 8 شعبی رو اینجوری میذاره کف دستش. این گریه و زجه‌ای که 8 شعبی دیروز در عراق سر لاشه هاش کرد، این نتیجه همون نیشخند کشتار دیماه در تهران بود. یا اون تکتیر انداز افغان از گروه فاطمیون که تصویرش در سرکوب زاهدان فاش شد. 1 سال نگذشت که با اردنگی از سوریه پرتشون کردن بیرون و اکنون در ایران با ذلت و مخفیانه دارن زندگی میکنن. حالا شما اسمشون میذارید کارما، ولی یک چیز انسانو ول نمیکنه: خون. خون آب نیست که شما میریزید و بی تفاوت از کنارش رد میشید. یک قطره خون گاهی دودمان شما رو به باد میده. انسانی که بی کسه، بی پناهه و شما فکر میکنید که کشتن این هیچ هزینه ای نداره. نه، همین یک قطره خون دمار از روزگار شما در میاره که تا سالها زجه بزنید و گریه کنید و درد بکشید.